وجدان روشنفکری رو میبینید، مثلا مثل مصطفی رحیمی که تو اون اوج ماجرای حضور آقای خمینی تو نقل شد نامه سرکوب‌شده می‌نویسه و میگه من با انقلاب اسلامی مخالفم. ولی مجموعه مثلا دانشگاه ایران فلان اینا طرفدار حکومت اسلامی و جمهور اسلامی نبودن. یه موقعیت اجتماعی پیش آمده بود، تمام این اعتراضات سرکوب شده در واقع خشم سرکوب شده در بیرون، یه آدمی آمده، یه کسی آمده اینطوریه، پیرمردی است، میگه من به اصطلاح کاری به قدرت ندارم، اصلا سنش نمیخوره به اینکه بیاد قدرت بگیره درجام کنه. یعنی اینجوری باید یه مقدار میگم باید اون تحلیلای جنبه‌های گوناگون فلسفی، جامعه شناختی، طبقاتی همین رو میگه، ولی اون چیزی که انجام شد به طور روزمره آرام آدم آمدن اینجوری بود در حقیقت. بعد اون در حقیقت تو همون هلوهوش انقلاب شما برگشتین به ایران. بعد اون چند سالی اندکی که یه مقدار آزادی بود، همون سالهای اول انقلاب و وقتی برگشتین چگونه زندگی کردین؟ من در واقع ما با دوستانمون برگشتیم دیگه، رفتیم با خیلی از این گروه‌های سیاسی چپ اون موقع نشستیم صحبت کردیم. بحث این بود که خب یه گروه اضافی درست نکنیم، بریم اگر گروهی هست بریم توش. بعد به این نتیجه رسیدیم مثلا مستقل صرف نظر از نظر اینا که حالا درسته یا غلطه اصلا بلوغ سیاسی ندارن. اصلا با بحثمون رفت بود اصلا بلوغ سیاسی ندارن. به این نتیجه رسیدیم که آقا اصلا رب به جایی نمیبره این ماجرا و خودمون دوستان داوطلبانه جریان خودمون منحل کردیم. چه جریانی رو می‌کردیم؟ ما یه جریان چپ بیشتر فکری بودیم، جمع مختصری بودیم. گفتیم برش کنیم آقا اصلا این ماجرا اصلا ته نداره توی این مملکت با این وضعیت که هست و گفتیم خب یه عده میبریم، این جوونه هم طرفدار ما یه عده میبریم توی جایی که اصلا معلوم نیست کجا دارن میرن و منحل کردیم. گفتیم آقا هر کس بره دنبال کار خودش، کاری هم دیگه کار چیز نداریم. گفتیم ولی ما ترجیح اونی که بریم دنبال کار فرنگیش داریم. تقریبا اصلا ابتدا که واقعا اینجوری بود. حتی مثلا من پرهیز کردم کانون نویسندگان اون اوایل برم تو اون دوره، چون اصلا برای که تو برای واقعا اصلا داستان کانون و نویسندگی این داستان اصلا نیست، اصلا دعوای سازمان سیاسی آمده تو کانون نویسندگان، در این لشکرکشی‌های این اون دعوت میکنه، در واقع خیلی این بود. بعد یه مقدارم خودم احتیاج داشتم که بیشتر فکر کنم، بیشتر بشناسم جامعه رو، خیلی احتیاج داشتم واقعا. با اینکه خب اونجوری نبود که مثلا روی هوا مثلا من مثلا از 13-14 سالگی زندگیمون اداره کردم، زندگی کاری خونمون اداره کردم. مثلا من از مرسى البرز روز پنجشنبه با ساک می آمدم مرسى البرز، بعد از اون که 4 تعطیل می شد یه قطاری بود طرف 6 فکر میکنم 5-6 میرفت گرگان، سوار این قطار می شدم میرفتم گرمسار، شب اون منزل خواهرم مثلا توی شهر گرمسار میموندم، صبح سوار اسب میشدم میرفتم به کارهای زراعتیمون بررسی میکردم، جمعه غروب برمیگشتم، صبح ساعت 4 صبح سوار قطار میشدم، 6-6:30 میرسیدم تهران، با همون ساک میرفتم سر مرسى. یعنی از خیلی کوچیکی زندگی واقعا اونطوری نبودی که مثلا نشناسم، ولی با همین حرفا فکر میکنم که خیلی احتیاج داشتم نگاه بکنم، بخونم، ببینم جامعه ایران رو. در نتیجه اصولا دیگه اصلا چیز سیاست به مفهوم مداخله در سیاست نه، ولی به مفهوم کنشگر سیاسی که سازمان سیاسی بری تشکیل بدی اینا سر جریان مثلا یه عده‌ای یه دوره‌ای مثلا تو شورای متحد چپ رو ما تشکیل دادیم. بعد از این ماجرا گفتیم آقا یه بحث من این بود که بچه‌ها بشینیم
هی نگیم مثلا نظر ما نمیدم خط ما اینه فلان اینا، یه چیز خیلی معینی رو بگیم آقا ما راجع به کشاورزی چی میگیم، راجع به صنعت چی میگیم، راجع به مثلا توریسم هر چی که هست برنامه بدیم راجع به اداره مملکت. توی این برنامه اداره مملکت ما میتونیم دعوا بکنیم با بقیه و حتی مبارزه ایدئولوژیک اگر هم میخوایم بکنیم بیایم رو برنامه این کار رو بکنیم. این کار هم کردیم. منتها دوستای ما رفتن به شورای مقاومت پیوستن. در نتیجه ما تو تهران درست بعد از 30 خرداد، همین ماجرای 30 خرداد، ما یه جلسه داشتیم که چیکار بکنیم چیکار نکنیم. من مثلا این بود که دوستان مثلا بهمن نیرومند، مهدی تهرانی، کامبیز روستا، بخش زیاد، حسن ماسالی، نمیدونم باقر پرهام، همه این دوستان جلسه بزرگی گذاشتیم. من گفتم آقا ما اصلا نمیتونیم بریم، حالا داستان که چجوری تشکیل شد داستان ما نمیتونیم با مجاهدین بریم. اینا واسه این بود که باید بریم با مجاهدین. واسه این بود که اصلا ما نمیتونیم با مجاهدین بریم. ما یه نیروی 40-50 نفری، 40-50 تا روشنفکریم داریم یه سری بحثا رو میکنیم. اگر با مجاهدین بریم آقا از اسم ما استفاده میکنن، فردا هم ببخشید مثل لکه فلان بار میندازن بیرون، اصلا چیزی نیست. منتها دوستان انشالله چیز بود دیگه، فکر میکردن که مجاهدین و فلان و بعد میان قدرت و از این داستان ها. اونا رفتن در نتیجه ما 2 نفر بودیم، گفتیم از این بعد نه با شما هستیم با مجاهدین بریم دیگه، ما با هم کاری نداریم، نه با شما هستیم و نه با شما میاییم. و در نتیجه با ایران موندیم. توجه کنی حالا کم اشکال هم برامون پیش نمیاد، ولی کلا بحثمون این بود که اصلا یعنی میگم اون نابالغی که مثلا بحث کرده بودیم خب اینجا یه جوری دیگه نشون داد خودشو. و در نتیجه من فکرم این بود که آقا اولا ایران رو بشناسن، یعنی بالاخره دور بودم دیگه 10 سالی تقریبا نه 4 دور بودم، ایران بیشتر بشناسن، بعد اصلا فکر بکنم بیشتر یه مقدار بعد چیکار میشه کرد. شما در حقیقت بعد از اون سرکوب ها و هم قضیه که الان تعریف کردین اون موقع ولی رفتیم به سمت کانون، ولی خیلی جدی همکاری کردن. کانون رو یه دوره هم البته یادش بخیر احمد شاملو نمیذاشت، گفت تو آدم شناخته شده بودی الان بخیر بیشتر میری این کانون میان یقت رو میگیرن ول کن ماجرای کانون. من خیلی علاقه دارم. خب ما چیزم بود آخه ما خب من تو حوزه مطبوعات حضور داشتم، خب تو حوزه دانشگاه اینا که طبیعتا تو حوزه مطبوعات حضور داشتم، جای متفاوتی که بود خب کار میکردیم، مثلا یعنی کار که نه مقاله میدادیم تمام اینا، توی یه نوع بحث روشنفکری ایران شرکت میکردم میکنیم. بعد که خودمون مجله جامعه سالم رو دادیم، یعنی مثلا شما فکر بفرمایید مثلا من مجله کرد مثلا از اولین شماره هاش خب تو جز اولین کاری که توی کرد کردم مثلا یوسف اسحاقپور رو معرفی کردم و مثلا اون اولین مقاله که نوشته بود راجع به هدایت، این 3 تا مقاله اول توی فکر می‌کنم تو کنز لیترر در آمد، فکر می‌کنم یکی از این برام آمد، خب اونجا بونه بودم کنز لیترر میامد برام، فکر کنم کنز لیترر بود اونجا دیدم و خب من یوسف از قبل میشناختم دیگه، قبل از انقلاب میشناختم دوست بود. اونجا در واقع اون مقاله اولش راجع به هدایت گذاشتم و معرفی یوسف رو اونجا، حالا بعدش پرهام ترجمه کرد متأسفانه یادشم رفت چه کاری مهم نیست، ولی مثلا تو مطبوعات حضور داشتم. توی داستان کانون نویسندگان یادش بخیر هوشنگ گلشیری هی میگفت آقا بالنش بیاد، منتها همیشه چیز بود با کانون نویسندگان این دوره اخیر، این دوره بعد از که به اصطلاح کانون تعطیل شد، بعد آرام بعد از زلزله رودبار بحثا بود، بعد ما تو محیط روشنفکری همه با هم بودیم دیگه، این ماها با هم دیگه تماس داشتیم. اوایل دهه 90 چیزایی که میگی مثلا این چیزی که میگم مثلا فکر بفرما از تقریبا سال 65
65 خود آره 64 65 که در واقع اون 2 سال بعد از ماجرای سرکوب‌های 63 من اصلا خب باید خودم یه جوری نگه می‌داشتم. اون بود و بعد که آرام آرام یه مقدار باز عادی‌تر شد، شروع کردم به درس دادن و آمدن، یعنی همه چیزی دفعه قطع شد 2-3 سال دیگه. توی بعد هوشنگ خیلی اصرار داشت بلند شد ولی تو مشورتامون میکردیم طبیعتا بلند شد کار نمیشه اینجوری. سر جریان سعید سیرجانی که موقعی گرفتم و این بحث شد که خب حالا چه کار بکنیم که مثلا به این نتیجه رسیدیم که نامه بنویسیم به محمد یزدی که رئیس قوه قضاییه بود. ما یه چیز حدود 63 نفر بودیم که امضا کردیم که بعد از سالها که سر قبل از همین قتل زنجیره‌ای من و محمد مختاری و پوینده و گرشیدی و کوروشان و درویشان رو بردن دادگاه انقلاب، درست یه ماه قبل از اینکه فروهرها رو به قتل برسونن، در واقع بازجوی من تمام مسئله سر این جریان سعید سیرجانی بود که چرا امضا کردم. بعد 10 سال گذشته بود تقریبا دیگه. بعد از جریان سعید سیرجانی و اون نامه که به محمد یزدی نوشتیم گفتم خب تو فکر کن بلند شو بیا که هستی بالاخره، بلند شو بیا کمک اون کن بیاد توی کانون. در واقع من خب دیگه خیلی فعال تو کانون دیگه از قبل با این دوستان که خب طبعا دوستانمون بودن ارتباط داشتیم، نمیدونم بحث روشنفکری در درون اون وجود داره، یعنی بود توی این بحثا. بعد مثلا ما یه کاری که مثلا من میکردم کردم سالای 64 63 64 یعنی 85 86 ما مثلا یک جریان منتها یه سری چیز تو خونمون تشکیل دادم، یه سری جلسات. بعد مثلا راجع به نقد ادبی یادش بخیر 2 سال پیش فوت کرد مثلا محمود عبادیان که اونم بچه قدیمی کنفدراسیون بود، منتها بعد چک رفته بود و هگل شناس بسیار برجسته‌ای بود، منتها خیلی شناخته شده نبود تو ایران با عنوان، فقط دانشگاه علامه طباطبایی روش تحلیل اینا درس میداد توی بخش بسیار بخش ادبیات و زبان خارجی دانشگاه علامه طباطبایی سر پل مدیریته. مثلا محمودو گفتم آقا بیا و چون خود محمود عبادیان روی نقد ادبی اینا کار کرد و هگل شناس بسیار خوبی هم بود، یعنی لوکاچی بود، خیلی طرفدار لوکاچ بود. مثلا اون به اصطلاح خیلی از بحثا رو اداره میکرد مثلا توی یه زمینه‌های، یعنی یه سری جلسات خانگی ما هم میذاشتیم. یعنی اصلا قانون هم مثلا اینجوریش دوره آخرش شکل گرفته که مثلا فکر بفرما که مثلا یه جمع 3 شنبه ها بود، یه جمع 5 شنبه ها بود. جمع 3 شنبه ها فکر میکنم 10 سالی طول کشید حتی بعد از تشکیل کانون که بچه شاعر مثلا میشستن شعر میخوندن هر 3 شنبه، یه 5 شنبه ها یه جور دیگه، ما یه جور دیگه. مثلا اون وقت مثلا یه هگل شناس بود، یه عصب شناس بود، یه تو این تیپی میشستیم. مسائل خب طبیعتا من با موقع میشستیم مسائل سیاسی اینا رو حرف میزدیم، منتها جلسات اون مثلا راجع به یه کتاب بود، مثلا راجع به یه مفهوم بود. مثلا اگر خاطرتون باشه که هست، اگر نگاه بکنید تو مطبوعات ایران بعد از سال 60 64 اصلا مسائل سیاسی تر نمیشد. اول مسائل ادبی بیشتر تر میشد، نقد ادبی اگه باشه مثلا راجع به آنتون مارو فلان اینا، مثلا نجفی اینا می آمدن حرف میزدن. یه اول اصلا تو اول هیچ سیاسی نبود، برای اینکه از یه چیز سهمگینی بیرون آمده بودیم، همینجور همه کیجوبیش میخوردیم، بخیر یه شکست بزرگ خورده بودیم دیگه که باید بپذیریم که شکست خورده بودیم. در نتیجه اول مثلا نقد ادبی و ادبیات بود، بعد آروم آروم رفت رو اقتصاد بحث،
بعد رفت روی حوزه جامعه. اون اواخر مثلا سال 65 66 که آروم آروم بحث سیاسی به معنای واقعی میاد توی مجلات و اینا هم مثلا به تو حوزه ترجمه یه مقدار مثلا من کار میکردم، تو حوزه تو این چیزا در حقیقت تو حوزه فرهنگی که میگم بعد که خب کانون که خب تمام خیلی کار زندگی رو گرفت، ولی همیشه توی حضور توی مطبوعات ایران رو داشتم یه جورایی و همزمان تو پریود شما کار دانشگاهیتون هم در کنارش داشتیم، دانشگاه امام صادق در تهران و کانون زبان فکر میکنم دانشگاه رو تونستین یه 10 سال چقدر؟ بیشتر بیم اصلا رفتن من هیچ وقت تمایل رفتن به دانشگاه نداشتم واقعا، چون فکر میکردم که خب میرن نمیدونم گزینش و مزینش و اینا اصلا جواب منفیه، خیلی روشن. ما توی کانون زبان یه کلاس ترجمه گذاشتیم. کلاس ترجمه خیلی خاصی بود که 15 تا دانشجو داشتیم، 15 تا شاگرد داشتیم. خودمون هم نزدیک به 10 تا 15 نفر میشستیم. خود معلما، خود مثلا سید حسینی، نجفی اینا رو هم دعوت میکرد. 2 ساعت که بود 1 ساعت مثلا نجفی درس میداد راجع به ترجمه، همه ما شاگرد میشدیم. باش کنار شاگردامون هم میشستیم. بعد ساعت بعد مثلا من درس میدادم، همه شاگرد میشدن. یه تجربه بسیار چیز جالبی بود به عنوان کار که بعد خب مثلا کنار دانش آموزان این شاگردان میشستیم ترجمه میکردن، با هم بحث میکردیم که اینجا اینجوریه اونجا اینجوریه. خیلی کلاس آزاد خیلی خوبی بود. فکر میکنم 2 ترم این کارو کردیم. دوستی داشتیم که اون موقع به اصطلاح توی دانشگاه امام صادق زبان فرانسه به اصطلاح مصر هنوز دپارتمان با معنا نداشتیم، چون برای که یه بخش زبان بین‌المللی بود، فرانسه و انگلیسی، و یکم رئیسش بود که این رفیق اون منتها یه مسئول بود ولی اونجوری رئیس دپارتمان نبود. و گفت اینم میاد من براش کانون کلاس گذاشته بودم، کانون زبان. اونجا درس فرانسه هم میداد. گفت ببین تو به من گفتی بیا اینجا درس بده، من بلند شدم به خاطر تو آمدم و اینا. حالا من از تو خواهش میکنم به خاطر من بلند شدی یک کلاس دانشگاه امام صادق بگی. چه سالی؟ فکر میکنم سال 64 یا 65. گفتم باش. رفت گفتش که ببین این تجربه ای که گفتم باشه، گفتم چه؟ گفت ببین این تجربه ای که تو کانون شما گذاشتین، بیا این کلاس امام صادق یه جوری راه بنداز. یادش بخیر من با سید حسینی صحبت کردم، خب خیلی رفیق بودیم با هم، رضا سید حسینی. گفتم آقا بیا یه همچین داستانیه، بیا بریم دانشگاه امام صادق، فلانی هم گفته دوستمونه، خب بریم. گفت خب شما میگی بریم. گفتم در نتیجه من و سید حسینی میرفتیم دانشگاه امام صادق، یک کلاس ترجمه آزاد گذاشته بودیم. همه می آمدن دیگه، اصلا ثبت نامی متنامی نبود، یک کلاس آزاد بود. میشستن تو آمفی‌تئاتر از مثلا 50 نفر تا 100 نفر میشستن. سید حسینی 1 ساعت راجع به بلاغت زبان فارسی درس میداد، من راجع به تئوری ترجمه. این ترم که تموم شد، یه ترم که درس دادیم، بچه‌های دانشگاه مصادره من بل نکردن. گفتن که نمیشه فلانی، خلاصا دادن یه بار تصمیم گفتن آقا باید درس شما بیا اینجا درس بدی. یعنی مثلا با چیز دانشجوها رفتن، البته تو رفیقمونم که بود اونجا. و اینجوری شد اصلا من رفتم دانشگاه. اصلا هیچ خودم دوباره رفتم دانشگاه واقعا نبودم. چند سال ادامه پیدا کرد؟ فکر میکنم 14-15 سال. 14-15 سال که بعد آمدن خیلی خوش، خیلی مؤدبانه البته گفتم دیگه تشریف نیارید. چرا اون موقع در ارتباط با چه؟ یه داستان این بود که آخه دانشگاه امام صادق 2 نوع
دو سه نوع خب طبیعتا مثل همه جا استاد داشت. منتها خب به علت این که خب این دانشگاه وحدت حوزه دانشگاه بود دیگه، وحدتشون اینجوری بود که مثلا یه سری درسای اسلامی میخونن، هیچ کاری که تو درسا که نمیتونستن اسلامی کنن، مثلا عربی زیاد میخوندن، هنوزم میخونن، مثلا کتاب مثل شرح لمه و اینایی که مثلا توی سطح میخونن، توی قم حوزه علمیه اونجا میخوندن، از این چیز اینطور. توی برای که دقیق بگم توی دانشگاه ما دو سه نوع بودیم. یک گروهی بودن مثلا آخوندهایی که مثلا مثل فاکر، مثل نمیدونم خزعلی، اینا از بدخیماش شما بگی تا خوشخیماش، مثلا یه حاج آقا مصطفی بود رئیس دانشگاه الهیات بود، رئیس آدم شریفی بود، چند تا اون تیپی هم بودن دیگه. بعد یک گروه مثل ماها مکلها بودیم. مثلا شما فکر کن مثلا باوند، دکتر باوند، خب این استاد روابط بین‌المللی دانشگاه امام صادق بود دیگه. ضیا موحد، فیروز توفیق، حسین تمدن، چنگیز پهلوان، هوشنگ عبدالرضا مهدوی، یعنی من اگر بخوام اکبر بگم مثلا یه 40-50 نفر 30-40 نفر اینجوری میشه ماها بودیم. و از هر نگذرم اصلا کاری هم به کار ما نداشتن، یعنی ما خیلی آزادتر بودیم. مثلا دانشگاه علمان طباطبایی اینا، بعد مثلا دانشگاه ماسره که چون انجمن اسلامی که اصلا نداشت، اون تیپی مثل خب دانشگاه نبود. ما تو خیلی از زمینه‌ها کسی یعنی تا ما گفتیم تخصصیه واقعا چیز می‌کردن، بود آخه تخصص دیگه واقعا علاقه داشتن که ما باشیم، براشون چیز بود دیگه، مهم بود که ما باشیم. منتها من و باور بخصوص خب ما همیشه تو مطبوعات حضور داشتیم دیگه، مثلا مصاحبه می‌کردیم، کارا می‌کردیم اینا. فردایی که ما مصاحبه پخش به اصطلاح چاپ میشد، یه گزارش میرسید دست این معاون آموزشی دانشگاه که همین آقای علم‌الهدی است که الان امام جمعه مشهده، زیرش هی ماژیک کشیده بودن که ها این استادای شما از حرفا میزنن، چون من واقعا بیشتر از همه حضور داشتیم دیگه. حالا اون که عضو کمیته مرکزی، عضو مثلا چی مرکزی جبهه ملی هم بود ولی حضورمون تو مطبوعات زیاد بود. خب این اذیت میکرد دیگه. اگر آدمایی باشیم صدا نداشته باشیم خب بیایم درس بدیم، خب یه جوری دیگه بود. در نتیجه این که بگم اینا دانشگاه امام صادق دارن درس میدن، خب یه داستان بود. حتی مثلا یه نمونه بگم، این بعد از کنفرانس برلین این آقای علوی تبار اینا توی دعواشون با به اصطلاح جناح راست گفته بودن آره مثلا من چنگیز پهلوان این دانشگاه اینا توی دانشگاه شما بودن، چرا هیچی نمیگفتن، تو اینا بعضی حرفا زده بودن. حتی علوی تبار ترجمه کنید. در نتیجه منتها خب کانون خب گرفته مرکز داستان شد دیگه تو این به اصطلاح قطرها و تمام. خب ما به طور مرتب یکی از دلایل موفقیت کانون این بود که از طریق مثلا مجله آدینه و بعد تکاپو خیلی مدیاتیزه میشد بحث کانون، خیلی مدیه. اون موقع هم که هنوز نه این روزنامه‌های اسرائیلی‌ها که نبودن که در واقع مرحله اول بحث‌های سیاسی و روشنفکری و اینا روشنفکرای سکولار غیر مذهبی توی ایران پیش بردن دیگه، بعد اینا اومدن. یعنی اون اواخر سلام اومد حقیقتش اینه، بعد این مثلا نشاط و جامعه و صبح امروز اینا خب مال بعد از دوران آمدن های خاتمی، دوره اولی که دوره فشار اصلی بود خب ماها بودیم دیگه. مثلا صنعت حمل و نقل بوده، دنیای سخن بوده، بعد آدینه بوده، حضور درس کنم جامعه سالم بوده، تکاپو بوده. بعد از جامعه سالم ایران فردا را های مثلا صحابی رو انداخت. لکه مجموعه بحث‌های روشنفکری تو مطبوعات مال ماها بوده. خب خیلی اولا خود این مدیاتیزه شدن این بحث
و بعدم خب کانون و قتل و تمام اینا خب خیلی شاید اینجوری نبود که مثلا یه دشون نمیخواستن بیرون کنن، ولی نمیشد باید ما رو بیرون میکردن دیگه. قراری که اونجوری اولا گفتن تموم کن شرایط دیگه نمیشد ادامه داد. ولی همزمان تو همه این سالها در حقیقت مسئله قتل‌های زنجیره‌ای هم تو ایران اتفاق افتاد و خب در میان مسلماً نویسنده‌ها، هنرمندا که شما در کنارشون توی کانون فعالیت میکردین، مطمئناً هم بسیار تولید ناراحتی و درد، رنج و همزمان وحشت کرده. تو اون سالها شما یکی از اعضای مؤسس کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای بودین. فکر کنم سال 1998 اون موقع ها بود، نه؟ که درست پس از قتل زنجیره‌ای، پس از قتل داریوش فروغه رو پروانه اسکندری و مختاری پوینده. میتونی اولا یه مقدار توضیح بدین که کلا اون موقع چجوری با این مسئله خود شما، همکارانتون، دوستانتون روبرو شدین؟ چگونه میفهمیدین این قضیه رو؟ آیا از ابتدا قشنگ زوایاش براتون روشن بود و چجوری تونستین با همین فعالیتی که کردین سعی کنین به نوعی همونجور که میگین هم از یک سو مدیاتیزش بکنین که این خیلی باعث شد که به نوعی هم متوقف بشه و همینی که یه سری مسائل علنی بشه بعدش؟ به موضوع درس کنم که ما توی کانون نویسندگان خب به طور یعنی از اولین حرکت‌های این دوره اخیر کانون که زلزله رودباره که کانونیا به خصوص سوشن گلشیری پیشنهاد میکنن که بیایم جمع‌آوری پول بکنیم برای زلزله و یه سخنرانی، یه جای دانشگاه، یه جایی بگذاریم و در واقع اینجوری شروع کنیم دوباره دور هم جمع شد. پولم جمع شد، منتها خب وزارت ارشاد و جای دیگه اجازه ندادن، پولم داده شد دیگه، یکی کم جمع شد. تا موقعی که اولین جلسه رو توی اتحادیه ناشران، سالن اتحادیه ناشران که در فروشان تهران گذاشتیم، 11 سال طول کشید. توی 11 سال یه چیزی رو توی کانون تشکیل دادیم، جمع مشورتی کانون. یعنی با اینکه کسانی که توی ایران مونده بودن از لحاظ قانونی و شخصیتی، حقوقی، هر چی که بود میتونستن اعلام وجود بکنن به عنوان کانون نویسندگان ایران، ولی تصمیم گرفته شد که این کار نشه. اول به عنوان جمع مشورتی کانون نویسندگان به یه جایی که رسیدیم اعلام تشکیل مجدد کانون رو بکنیم. یعنی مثلا بعد از این ماجرای مثلا رودبار یه اعلامیه بچه‌ها تهیه کردن، شاملو نوشتن به کاغذ و تمام این چیزها، خیلی چیزا نذاشتن چاپش. این جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران سه شنبه ها اولین سه شنبه ما تشکیل میشد، تو خونه هم تشکیل میشد و خیلی وقتا با تلفن خبر میدادیم، دقیقا به این علت که بدونم ما این کار رو داریم میکنیم، چون تا هم تلفن ها گوش میشد، یعنی مخفی چی نمیکرد. بعد همین این هم بود که مثلا یه وقتی مثلا من یادم یه جلسه خونه هوشنگ گلشیری بود، داشتیم یه اعلامیه تهیه میکردیم، این موسوی، این معاون همین سعید اسلامی که تو هم جریان گرفتنیشون با آقای موسوی بعد اخوان چند تا است داشت، زنگ زد اونجا که الان که نشستیم شون داریم اعلامیه رو تهیه کنیم، این جناح تندروی وزارت ناراحت میشه فلان حرفا که یاد روشنگ بخیر همونجا گوش کرد. حالا ما مثلا 40 نفر نشستیم، یارو زنگ زد مستقیم گفت آقای اخوان حالا نمیشه شما یه مقدار از این حرفا که به ما میزنیم به اون تندرو هم بزنیم حالتون کنیم. در نتیجه بعد که تصمیم گرفتیم منشور بنویسیم، بعد از کمیته تشکیل دادیم که کی منشور بنویسیم، خود من و
عضو این کمیته بودم. خیلی دموکراتیک بود روابطه. مثلا یکی از چیزایی که توی کانون ما از روز اول گذاشتیم تو این دوره که حق به تو هست، یعنی اگر 50 نفر بودیم یه نفر مخالف بود نمیتونستیم انجام بدیم. برای اینکه این گفتیم آقا این داستان رأی کشی رو ببریم تو خودمون بیرون، اکثریت اقلیت نکنیم، سعی کنیم همدیگه رو قانع بکنیم. خب این لحاظ کاربردی دیر میشد، به اصطلاح تأخیر مینداخت تو کار ما، لطمه میزد به فوریت خیلی داستانا. ولی لحاظ اخلاقی که توی روشنفکرای ایرانی بود، خیلی اخلاقی که از این جریان سیاسی به ارث برده بوده که تا اکثریت داری میتونی حساب اقلیت رو برسی. توجه میکنی؟ اینو واقعا از درونم از بین برد. و این خیلی حالا این دفعه باز دوباره وضع خیلی کاملی خیلی حالا قبل از تشکیل ماجرا ولی یه تغییراتی کرد، ولی ما در واقع این کامل ایستادیم پاش و این خیلی کمک کرد تو درک هم دیگه، توی یه نوع دموکراتیزاسیون روابط. چون دوره بعد از انقلاب بسیار بد بود روابطی که تو کانون بود، بسیار روابط بدی بود. یعنی نوع اصلا به هیچ چیزش نمیخوام کسی نپوگم ولی از هیچ چیزش به جریان روشنفکری نویسنده و اینا نمیخورد اصلا. برچه این بعد تصمیم گرفتیم که مثلا مجمع عمومی کانون نویسندگان تشکیل بدیم که اعلام کانون بکنیم. یک کمیته تشکیل شد برای مجمع عمومی نویسندگان ایران، تشکیل مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران. من بودم، جعفر پوینده بود، محمد مختاری بود، هوشنگ برشیدی، منصور کوشان، علیشا درویشیان و محمود دولت‌آبادی. محمود مثلا بلند شد رفت آلمان، آمد 3 ماه موند، آلمان 3 ماه یا 4 ماه موند، بعدم برگشت دیگه نیامد توی این کمیته. منتها ما کارامونو کردیم، رفتیم با انجمن با اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران هم صحبت کردیم. خب یه اتحادیه خیلی بزرگیه، یه ساختمان خیلی بزرگی هم دارن سمت یه جورای نزدیکای بالا پیش امرون اونجاست، یه جای خیلی بزرگی دارن، خیلی بزرگترین جمع ناشران ایران هم دیگه. اونا به تو توافق کردن که سالنشون در اختیار ما بگذارن. ما این رو میتونستیم فکر کنم 6 مهر، درست 2 ماه قبل از قتل زنجیره کشیم. دادگاه جامعه سالم بود، همین قاضی سید مرتضوی و اتهام با روزنامه خانم فائزه هاشمی با هم. ما رفتیم دادگاه جامعه سالم رو تمام کردم به سلامتی اینا. من که خسته برگشتم از خونه اومدم، همین کراوات هم زده بودم، دادگاه با کراوات رفته بودم اینا، داشتم دیگه همچین با کراوات لباس گفتم این دراز بکشم، خسته و داغون اینا. دوستان زنگ زدن، هر 3 شنبه ها جمع بود، یه 3 شنبه همینجا میگشتیم ما. زنگ زدن گفتم چرا نمی جلسه؟ گفتم جلسه دارم دوستشون. گفتم من فکر می‌کردم جلسه هفته گفتم نه با الان جلسه از فرشیه. من رفتم جلسه، خود کوشان بود اتفاقا. شروع کردم با خنده گفتم بچه یه چیز خوشمزه اتفاق افتاد که دادگاه انقلاب رو براتون تعریف کنم. بچه‌ها گفتن نه نمیخوام تعریف کنی، یه چیز خوشمزه دیگه اتفاق افتاده. گفتم چی اتفاق افتاده؟ گفت الان از طرف دادگاه انقلاب یه پیک اومده خونی منصور کوشان که گفته فردا صبح به این دادگاه انقلاب احضار کردن. فرزانه طاهری خانم هوشنگ برشیدی هم سنگ زده که آقا برای ما آمد. در نتیجه خب ما فهمیدیم که آقا داستان رو نمیخوام دیگه. گفتم که بچه داستان این جلسه غیر ممکنه. شما از طرف قانون ملی فردا میرین دادگاه انقلاب، میرین به اصطلاح دادگاه انقلاب، میگه دادگاه برای بازجویی برای احضار این حرفا، همین سر چهارراه به اصطلاح سرباز، سر خیابان چهارراه قصر میرید و حتما از شما میخوان که داستان تعطیل کنید. از طرف ما چیز دارید، ماندات دارید، نمادیگه دارید که فوری هم تعطیل کنید، هیچ
فشاری هم مثلا چیزم نکنی، اصرار هم نکنی. و همینجوری خب جلسه تعطیل کردیم دیگه، اصلا دیگه مفهوم نداشته است. گفتیم حالا تا بعد ببینیم چیکار میتونیم بکنیم دیگه. فردا بچه برن دادگاه تا ببینیم چی میشه. من با ماشین آدم مثلا منبع مختلف مثلا رسوندم خونه شد، زیاد فاصله نبود و علیشب و درویشیان رو بردم سر این، چون خونهش کرج بود، سر این عوارضی کرج ماشینا باید میسن. گفت من اینجوری میرم کوکوشن گلشیری هم رسوندم خونهش، برگشتم خونه‌مون یوسف آباد، دیدم که زنم گفتش که با الان دادگاه انقلاب اومدن اون حرف میدم برای تو آوردن، البته دست کسی ندادن، هم نشون میدن. ما قرارم گذاشته بودیم که فردا هوشنگ بره خونه منصور، در واقع با منصور دوتایی برن دادگاه انقلاب. توران جوابم به من گفتش که کاظمی امشب خونه نمیرم، من برسون سر میدون برنگ میرم خونه خواهرم. گفتم باش. جعفرم رفت خونه خواهرش. و یه دفعه من گفتم خب ما که دیگه اصلا تلفنی نکنم، گفتم خب قرار داریم فردا صبح ساعت 9 جلو خونه کوشان منصور و هوشنگ، من برای شب رفتم دیگه، دیدم جعفرم اومد. من شد برای ما خدا دارم تو خونه خواهرت پیدا می‌کنم. خلاصه ما رو بردن دادگاه انقلاب و شعبه 1 بردن. اون شعبه و نیلی فکر میکنم اون موقع رئیس دادگاه انقلاب بود که آدم خیلی شناخته شده با آدم خشن اینا، و طبق عرف هم دادگاه انقلاب کسی رئیس دادگاه انقلاب رئیس شعبه 1 هم هست. بعد ما رو بردن یه جایی به اسم یه جایی بود به اسم تحقیقات میشه. ما 3 تا بازجو داشتیم، اسمشون البته قاضی بود ولی بازجو بودن دیگه. از جمله این قاضی مقدس بود که اونم جزء بازجوی ما بود. اون مثلا آن از من بازجویی نمی‌کرد، منتها تو بازجویی من میاد میشست. بعد خلاصه 15 روز من و مختاری بیشتر از همه رفتیم چیز دادیم. درجه گفتم آقا تعطیل کنید، حالا سوال و جواب حالا بلای سلامت بگذاریم. گفتن تعطیل یعنی این داستان نمیتونیم برگزار بکنیم. ما خب ما که دعوا نداریم. اولا ما رفتیم و نامه واقعا اینجوری بود، نامه رسمی اتحادیه ناشران نوشتیم و اتحادیه ناشران به ما پاسخ داده، گفتن نمیشه. یکی هم از اتحادیه ناشران خواستن، خلاصه این دارن به اون توپ آتشه رو، خلاص داستان ما تموم شد. نشستیم و گفتن جلسات جمع مشورتی هم شما دیگه نمیتونید برن بسید. باش. منتها ما هیئت مثلا مسئولین موقت ما 6 نفر دارم جمع شدیم. به این نتیجه رسیدیم که دارن میزنن ما رو. خیلی روشن به این نتیجه رسیدیم. گفتیم آقا بچه دارن میزنن. چون برای که این یارو آخری شروع میگه آقا اصلا یعنی معلوم بود این بازجویی که میکنه مال دادگاه انقلاب نیست این بازجویی. خواهد یه جد دیگه کنه. یکیشون هم گفت آقا به ما مربوط نیست. بعدا آخرش جالب بود، روز آخری که من بردم روز پنجشنبه بدترین روز بود. چون تا ساعت 1 اگر از دادگاه انقلاب نری بیرون دیگه نمیتونی بیای بیرون. چون اول که میری یه کارت شناسایی میذاری، بعد یه کاغذ میدن. اون کاغذ رو باید یکی اون تو امضا بکنی تا بتونی بیای بیرون دیگه. بعد که نمیتونی ساعت 1 بیای بیرون، نگرت میدارن، میبرنت اوین، روز شنبه میارن که ادامه بدی دیگه. در واقع اینو ترجمه کنیم به عنوان یه اشکال روانی، اینا که روز پنجشنبه میارن که دارم بازی اونم هم کاری تا ساعت 12 مثلا روز پنجشنبه آخر نیومد، باید با تلفن از این حرفا. خلاصه توی بعضی بود که ما رو میزنن و درست با 1 ماه بعد از 6 مهر، یادم نیست 6 بود یا 9، این 2 تا چیز توی باید نگاه بکنم، ولی برچه 1 ماه بعد از 6 یا 1 ماه بعد از 9 فرق نمی‌کنه. گفتیم آقا یه نامه به آقای خاتمی بنویسید. یه نامه خصوصی با امضای یعنی اسم نوشتیم به خاطر که آقا داستان اینه و گفتم مثلا خود من تو هم متنش در کردم با جعفر باندی و دوتایی این که در واقع یه صفحه هم باشید خب رئیس جمهور وقت نره بهره طویل بکنیم یه صفحه خلاصه که آقا داستان اینه که یه ماه پیش ما بردن دادگاه اینجوری شده و ما
کانون صنفی مونه، میخوایم تشکیل بدیم ایستادیم پای ماجرا، ما میخوایم کانون چه صنفی مونه. و بعدم وضعیت ما چی میشه لحاظ ایمنی، که بعد مثلا خاتمی بعضی ماجرا گفته بود که عذرخواهی پیغام داده، عذرخواهی کرده تو ما نمیدونستیم همچه اتفاقی میتونه بیفته. هیچ محلی ندادن در واقع این نامه ما. بعد مثلا ما تو خودمون بحثمون این بود که بچه‌ها مثلا تنها بیرون نریم، هر جایی نریم. اصلا قبل از اینه که قتل رو بخواد قبل از خیلی حواسمون مثلا دیگه معلوم، یعنی چیز بودیم، روی آلارم بودیم. جریان فروهر که اتفاق افتاد دیگه خیلی شدیدتر شد روی این آلارم بودن. به همین علت تقریبا یعنی موقع من یادم روز آخری که محمد مختاری رو دیدم، خب این چقدر فشار روانی، حالا یعنی ما صبح که می آمدیم به لطایف الحیل می آمدیم بیرون، معلوم نبود شب برمیگردیم دیگه. من یادم دانشگاه آخرین ترمی بود که دانشگاه بودم، چون باید قرار بود ترم تمام کنم دیگه. چند از این بچه‌هایی که خب خیلی نزدیک بودم بهشون میگفتم که بچه‌ها من از دانشگاه که میام بیرون همینجوری با من بیان، با هم بریم صحبت میکنیم. اینا میآوردن تا سر پل مدیریت، همینجوری مثلا 10 تا این بچه‌ها میآوردن تا سر پل مدیریت. پل مدیریت اونجا تاکسی همینجوری عبوری زیاد میاد میره دیگه، فوری میپریدم توی تاکسی، درباس میگرفتم یعنی اینجوری واقعا با لطایف الحیل میرفتیم و میآمدیم. یعنی مثلا دیگه مثلا هیچ جای مثلا زنگ نمیزدم مثلا برای چیز، برای اینکه تاکسی بخوام. اون برای خونم یه دونه چیز بود، سرون از این آژانس‌ها بود، پیاده میرفتم، زنم من وای میستاد جلو در، باز میکرد نگاه میکرد، پیاده در جای سواری آژانسی شدم. خب اون محلم میشناختم فلان اینا، خب خیالم راحت بود. یعنی واقعا یه وضعیت خیلی خاصی داشت. من یادمه که چیز فوت کرد، حمید مصدق که فوت کرد، یکی از این بچه‌های مجله پیام امروز، حالا نمیخوام اسمشو بگم، آدم شناخته شده هم هست، آمد گفت فرانی این داستان‌های بردن و آوردن و از این ماجراها بیایم توی پیام امروز اقلن، حالا معلوم چه برای سر ماها دارن میارن، اقلن حرفمونه بزنیم. گفتم خیلی خوب، عالیه. اتفاقا به فیروز گوران هم گفته بود این بچه ها که من به فیروز گوران گفتش که فلانی بذار اول خودمون جمع شیم. حالا میگم حالا روز پنجشنبه این حمید مصدق فوت کرد و رفتیم به سرا این داستان، این بحثا شد بین ما. فرداش پنجشنبه یا چهارشنبه، پنجشنبه بود در واقع، ختمش بود تو مسجد رضا بغل میدان نیلوفر. اتفاقا محمد با هم وایساده اون آخر موقع خداحافظی که روبوسی میکردیم، زیر گوش من گفت کازه مواظب خودت باش. یعنی میخوام بگم اینجوری سولاویف بود، یعنی اینجوری بود اصلا، اینجوری اصلا مواظب بودیم. که من یادمه که محمد که گم شد به جعفر گفتم که جعفر اون ماجرایی که قراره بریم پیام امروز بشیم و صحبت بکنیم، آی گورا میگه که اول خودمون صحبت بکنیم بعد بریم اونجا. گفت پس من بگم چیز نیاد، مثلا سه شنبه بود، اونم یه روز قبل از اینکه خود جعفر رو ببرن. گفت پس من تلفن میزنم بعد درویشان که پیرمرد بلند نشه از کرک نشید. گفت آره تلفن درویشان میزنم، درویشان نیاد. یعنی این بحث اصلا تو ما بود، اصلا بحث چیزی نبود، بحث برام خیلی روشن بود. من یادمه که مثلا همون روزی که جعفر رو دزدیدن، تقریبا آخرین روزی بود که دیگه رفتم دانشگاه فکر میکنم، و آخرین روزی بود که رفتم دانشگاه. از دانشگاه به همون طور میگفتم رفتم کانون زبان، اون موقع دفترم تو خیابون جمع بود، پایین بیمارستان جمع، اون بخش پسران کانون اونجا رفت. من
این کوچه درست جلو کام یه کوچه کوچولو بود، این تاکسیه، گفتم همچه پیاده کنم رفتم برم، یه موتوری 2 تا آمدم، رسیدم جلو کانون، دیدم موتوری داره میاد، خودم سریع رد کردم این باکبری بود، رسیدم جلو کانون. آمد جلو گفتش که لطفاً کارت شناسی موتوری اصلا کسی تو تهرون از آدم کارت شناسی نمیخواد، از اون کنه همچنین تو خیابون داره راه میری. 2 تا نشسته بودن، یکی پشت موتور ایستاده بود، این چیزا اومد، من کارت عضویت هیئت علمی دانشگاه امام صادق هم بهش نشون دادم. منتها در این فاصله تمام بچهای مثلا کانونیا که این بچه دانشجو شاگردام اینا میامدن هی دورم جمع شدن دیگه، 20 تا 30 تا بچه جمع شدن. بعد مثلا 5-6 دقیقه آمد گفتش که یا خیلی با لحن بدی هم برو اینجوری بگی، یا همچین حالت اینجوری. حالا مثلا نه قیافه محمدی، آخه تو شما میتونی مثلا به یکی مشهور بگی مثلا قیافه کیوی دانشگاهی بلندا. رسیدم بالا، مثلا 1 ساعتی که نشستم، یکی از دوستامون زنگ زد، گفت قاسم هیچ خبر از منبت داری؟ گفتم نه، همش در بدر داریم دنبال منبت، هیچ خبر نمی. گفت پیدا کردم، خبر داریم مثلا. گفتم چی شد؟ گفت منبت تو پزشکی قانونی. به اینا مثلا 7 روز بود که منبت پزشکی قانونی بود دیگه. اگر اون موقع اعلام کرده بودن خب احتیاطا بیشتر میشد دیگه. بلافاصله بعد از اینکه پوینده رو گرفتن 1 ساعت بعد همه روز سیاوش میرفت تو پزشکی قانونی، میگفتن چیزی نداری. 1 ساعت بعد از اینکه سیاوش به سر منبت رفته بود، اون روز برده بودنش نشر شده شد.